تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ تومیر خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار چهارم. بادافراه. پنج از غایت صافی آینه تمام نمای نیلفام را میماند. رودهای کوچک کوهستان بلند در سرگه ها یخ بسته، تنها کولهای تگ پیرخ های بزرگ که در سردی های زمستان هم گرمی خود را نگاه می دارند، آب زلال خیش را سخاوتمندانه به دریا می ریختند. تیرماه فراخ حکم می راند. مردم غله اشان را در انبار، کاه و بیده اشان را در کهدان انباشته، در و درگاهشان را به ریزش باران و بارش برف آماده می نمود. از آسیابها شب و روز نوبت کنده نمی شد. خلق غله اش را آرد، توتش را تلخام می کرد. سال فراوان حاصل، زمستان و بهار سیری و پری را در بطن داشت. کاروان منظرشاه قد ساحل شب رودبار 5 جانب روشان راه می پیمود. آن از 55 نوکر و 10-12 زن و بچه، عیال و کودکان آنهایی که در فیض‌آباد کت خدا شده اند، همچنین ستوران سواری و بارکش عبارت بود. 10 خچیر بار دولت سرای داشت، یعنی برای قلعه حاکم نشین وامر، قالین و گزوار، اسباب و اسکونه روزگار و اسلحه سرد و آتش فشان می برد. هر قدر به خاک روشان نزدیک می شدند، بحر دل منظرشاه و همسفران تشنه دیدار یار و دیارش همان قدر می کشاد. هوای وطن دلشان را قوت، چشمشان را روشنایی می بخشید. وقتی که آخرین دهه شغنان را پشت سر گذاشتند، قلب منظرشاه را شادی در دالود یا شاید درد شادی آمیز، خلاص یک حس پیچیده اضطراب برانگیز فرا گرفت. می خواست چشمانش منظره های اطراف را به مانند تشنه‌ای که آب جان بخش را به یک بار دم می کشد تا سیر شدن جسم و جانش فرو برند، بلکه از آب و هوای گوارای دیار نه جسم سیری دارد و نه جان. بار نخست منظرشاهی که در همه حالت خود را به دست گرفته می توانست، دامن اختیار از دست داد. دلش می خواست تلاطم دریای احساس باطن را از دریچه زبان بیرون ریزد، اما نمی دانست چه حرفی به زبان بیاورد که دلش آرام بگیرد. این لحظه در هوای یک بیته صدای فارم جوانمردی که اسبش را ایتک کرده در اول کاروان راه می پیمود در کوههای اطراف عکس‌انداز گشت. به غم برباد دادم زندگانی، بهارم رفت و عمرم شد خزانی. خزانم گشت عمری نونهالم، شکسته قامتم از ناتوانی. دریغا در مکنون کرده ام گم، شباب و لذت عمری جوانی. غمالودیم دایم روی عالم، پریشانم ز دردی بی نشانی. به عالم یک زمان هرگز ندیدم، دمی آسودگی و شادمانی. شه باش گردانشاه، چه سخن دلاشوبه با آواز بلند خطاب کرد منظرشاه. کی گفته باشد؟ میرزایباد شیدزی سپهسالار، پاسخ داد گردانشاه، شاعر زنده خودمان. با شنیدن نام دهه شیدز طبع بالیده سپهسالار یک باره خیره گشت. سر خم کرد و گویا در زمان غنبش برده باشد دم به درون کشید. این دهه زندان زن دوست داشته و مهترشای جگربندش بود. در این ده ناموس او را، ناموس منظرشاهی را که از شنیدن نامش
بند دل پهلوانان نرشیر میلرزد زیر پا کردند. نخود بوالعطا فکر نکرد که دنیا به یک قرار نمی ماند و آدمان باز به هم دچار می آیند. او باید از سر جانش می گذشت، اما زن منظرشاه را نمی گرفت. اکنون کفنش را باید با دستان خود بدوزد. بگاه در دشت روبروی دهه وامر شبرگاه انتخاب کردند. منظرشاه پس از تناول خوراک اهل کاروان را جمع آورد و گفت: شما در این مکان باشید، من با 10 سوار پایانتر حرکت می کنم. فردا گشت روز به وامر می درآیم. تا از آن ساحل خودم اشاره نکنم از دریا نگذرید. از روی شنیدم موجود خان طرف درواز گریخته است، ولی نباید فارغ بال شد. موش هم برای هیلچش آدم را می گزد. زرین را به شما سردار می مانم. سپهسالار 20 نفر سرباز را برگزید و به اسب نشسته محمل زدن خواست که جوان سیاه جرده بلند بالای هندونمای راهش را گرفت. سب به ما اجازه که بده همراهت؟ منظرشاه حیران به افت و اندام جوان نگریست و پرسید: لخمن، ما شاید جنگ کنیم، تو حالا بسیار جوان هستی. ولی لخمن از رایش نگشت. سب یک شف دهی، اسب هم در کار نه، جنگ میکنم. منظرشاه را صمیمیت و شیردلی جوان خوش آمد. چند ساله ای؟ 14 سب. منظرشاه کتف و بازوی رسا، سینه پرقوت، شانه های پهن و قامت بلند لخمن را سینچکارانه از نظر گذراند و امر داد: کمانگیر، به لخمن اسب و سلاح بده. فرصت بعد جوان سوار اسب تیستک با شمشیر حمایل از پس دسته منظرشاه روان گشت. چون در تن لباس مردم هندو داشت، مانند عکه میان سیله زاغان افتاده، برملا بیگانه و حتی به نظر بیننده یک نوع خنده آور میتافت. لخمن 1 هفته پیش در راه شیوه به آنها پیوست. اهل کاروان برای دمگیری محمل کشاد و نوکران پس از خوراک دست به گشتین زدند. پاقین چاسنودی بر 3 نفر غالب آمد و با لعب و غرور باز حریف خواست. کاروانیان استخاره کردند. بنا خواست لخمن که در قطار مردم شیوه به تماشا نشسته بود، قناتک زنان خود را به پاقین رساند و او را به هوا برداشت. غریب و هیاهوی تماشابینان به فلک پیچید. پاقین هم پس نآمد و هنگامی که لخمن پشتش را به زمین می آورد، پای راستش را بر گردن حریف چنگک کرد و بازویش را به دست آورد و چنان زور زد که هر دو یک پهلو افتیدند. از این گشت غیر چشم داشت تماشابینان به وجد آمدند. پهلوانان چالاک به پا راست شدند و بازی را از سر گرفتند. بعد از چند کوشش لخمن حریفش را به پشت خواباند و بر سینه‌اش نشست. پاقین دست برداشت که تسلیم شدم. منظرشاه جوان غالب را به حضورش خواند و اصل و نسبش را پرسید. نامم لخمن است، از چترار هستم. به پارسی شکسته فکرش را بیان کرد جوان پهلوان. غریب در اینجا هستم، بیگانه هستم. منظرشاه از نقلش فهمید که لخمن نه پدر دارد نه مادر. آنها در آوان کودکیش از بیماری مردند. او را عمکش به خانه خود آورده، خر بر این کار می فرموده و سگ بر این سرخوت می داده است. علاوه بر این اگر فرزندانش گناه صادر نمایند، به جای آنها نیز در پیش چشمانشان لخمن را کوفته می گفته است که اگر او نمی بود این مشت و لغدها به تن آنها می فرامدند. از چنین خواری و ذلت اندیشه گریختن به سرش آمده است. روزی به پشتزار مالبانی برآمده راه گریز را پیش می گیرد. دره به دره و گردنه به گردنه به شیوه می رسد و در خرگاه چوپان قرار می گیرد. دل منظرشاه به این جوان پسری در حکم گل که چشم کشاده در دنیا روز خوشی ندیده سوخت. لحظه چهره معصوم پسرکش پیش نظرش جولان زد و تصور کرد که لخمن چتراری همان مهترشاه عزیز اوست که در 4 راهی تقدیر زار و حیران مانده است. منظرشاه نیز پس از 10-12 سال پسرش را عیناً همین گونه پهلوان پیلزور می انگاشت که از هیبتش پلنگ در کوه و نهنگ در دریا کرخ شود. با من بودن می خواهی؟ پرسید منظرشاه. جوان چشمان براقش را نیم پوش کرده لحظه اندیشید و سوال داد: ما به چی کار آیم؟ پسر من می شوی؟ از غایت حیرت نفس لخمن در گلو پیچید.
من منظرشاه هستم، لشکردار شاه شغنان. تو را با خود بر شام میبرم، در خانه من زندگی میکنی. 2 قطره اشک بر رخساره های جوان دویدند و چیزی نگفت و بر رسم هندوان پیش منظرشاه زانو زده سر به پایش برد. منظرشاه او را به پا راست کرد و به آغوش کشید. از همان ساعت لخمن چتراری پسرخواند منظرشاه و دستیار بی‌منت اهل کاروان گشت. دسته منظرشاه نزدیک صبح به چاود رسید و پس از 1 ساعت دمگیری رود پنج را عبور کرده به ساحل راست گذشت. همه گمان کرده بودند که منظرشاه به زادگاهش دیهه یورخ رفته خویش و تبارش را دیده نیست، ولی اکنون دانستند که مقصدش دیهه شیدز است نه یورخ. منظرشاه اول زن خود را به دست آوردن می‌خواهد. آه چه روز نحس است برای آقسخال بولتا این روز. 6 سال باز منظرشاه نقشه می‌کشد که آن نامرد را چگونه اذیت می‌دهد و چه طور به گلویش خنجر نهاده کله کدووارش را از تن مردارش جدا می‌کند و با دستان خود به شاخ درخت می‌آویزد. هر قدر شیدز نزدیکتر میشد شعله غضب در مردمک دیدگانش همان قدر بیشتر برق میزد. نه تنها بولتا بلکه تمام دیهه در نظرش منفور میتافت. عادت منظرشاه چنین بود که یک کس را دوست دارد با تمام ذات و زمینش دوست می‌داشت، بد بیند با تمام یار و دیارش بد می‌دید. می‌دانست که این گونه مناسبت با آدم از روی عدالت نیست، ولی خلقش را دیگر کرده نمی‌توانست. بار در آوان نورسی از جنگلک نزد خانه‌اش بومی به دست آورد. آن را چنان دوست داشت و دوست داری کرد که انگار خداوند در عالم بجز این پرنده چیز دیگری نآفریده باشد. بیش از 3 ماه سرگرم محبت آن بود و خوشبخت‌ترین انسان کره ارض. روزی برای سر دادن آب به جوی تا سرگه دره رفت و وقتی که برگشت 2 چشم زیبای بومش را کور و خونالود دیده دیه را به سرش برداشت. آن قدر گریست که دل اهل خاندانش آب گشت. وقتی فهمید که چشمان شهلای بومش را زاغان کافتند از حس انتقام آرام و قرارش را از دست داد. به کشتن جنس زاغ دست زد. قران این پرنده شوم را که بغیر از قرقر دل به حضور کننده و کافتن چشم بوم هنری ندارد برآورد. آن قدر کشتشان که در نشانزنی ماهر گشت و زاغان به درختان اطراف خانه‌اش دیگر نمی نشستند. وای بر حال بولتا و اولاد او. منظرشاه از غایت خشم دندانهایش را چنان به هم فشرد که غجر راست زدند. وقتی که به شیدز در آمدند صبح صادق می دمید. دیهه از لب دریا تا کودامنه فراخ پهنا دامن گسترده بود. از اهل دسته کسی نمی دانست که خانه آقسخال کجاست. سواران در نزد حولی نخستین پیاده شدند. پلا در و خانه آقسخال را بپرس، امر داد منظرشاه به نوکری. نوکر هنوز از جایش نجنبیده در غجر راست زنان کشاده شد و مرد شمشیردار بیرون برآمد و خطاب کرد. آقسخالی که میجویید منم. به خانه کاردار نباشید که از من نیست. از این پیش آمد غیر منتظر اهل دسته حیران ماند. منظرشاه ناباورانه جانب مرد قدم گذاشت و هیجان آمیز پرسید: بولتا تویی؟ منم، آرام پاسخ داد مرد. منظرشاه میدانم به قصد من آمده ای. آره، وقتی با دفرا هم رسید. هر کرده جزا دارد. برای آن که خلق را نترسانید در خانه اول ده در راهتان نشستم. نه لشکر دارم نه گریزگاه. یکه و تنها به جنگ تو آمدم. با این اندازه مرد بودنت را نمیدانستم. با زرخنده گفت منظرشاه: میخواهی که با من تن به تن بجنگی؟ آره، لیکن با یک شرط. شرطم داشته این متهم. خیر بگو. نفرانت را زنهار بده که اگر من غالب آمدم به قصاص تو مرا نکشند، اگر تو پیروز شدی اولاد مرا امان بدهی. از این گپ خون به سر منظرشاه زد. دست به شمشیر برد و گفت: تویی که دیده و دانسته زن مرا گرفتی، باز شرط و شرایط به میان میگذاری. تویی که به سر ناموس اولاد من لحظه اندیشه نکردی، حالا میخواهی که اولادت در امان باشد؟ میر همانا خونسردانه ولی با آواز بلندتر خطاب کرد: بولتا، میدانی که محبت خان ولعمت را زورم به من داد. با همه این
تن میدهم که باید این کار را نمی کردم. خطا کردم. پشیمانم، ولی این اکنون اهمیتی ندارد. به خدا سوگند میخورم که باری هم با این زن پاکدامن مناسبت زن و شوهری نداشتم و او را در خانه‌ام به گل آزار ندادم. این را خود ولعمت نیز اقرار خواهد کرد. رگ ناموس مردی منظرشاه که بوالعطا را یک آدم ترسوی دیوس گمان میکرد، از رفتار و گفتار با شرفانه و جنبید. شرطت را قبول میکنم، لیکن برای خیانتت یا من باید زنده باشم یا تو. حریفان به پشت خانه گذشته به هم در افتادند. با وجود جنگ آزمودگیش منظرشاه به زودی بر بوالعطا دست نیافت. تنها پس از نیم ساعت شمشیرزنی پرشدت سپهسالار نوک تیغش را به سینه آقسخال خرانده توانست. بوالعطا در حالی که جان میداد باز هم تأکید کرد: قولت را نگه بدار منظرشاه. پس از تمام شدن کار بوالعطا، منظرشاه از روی احتیاط به خانه درآمد. در آنجا بغیر از یک کمپیر کسلنما که روی جاگهش چارغاو خفته بود دیگر کسی را پیدا نکرد. منظرشاه پرسید که خانه بوالعطا در کجاست. کمپیر از شدت دم کوتاهی به زور آواز برآورد: خودش را پرس بچم، 2 روز باز همین جاست. نه بیرون برآمد. در بیرون هیچ کس نیست مادر. پس خانه اش رفت. کلان هم باشد گاهی احوال من درمانده را میپرسد، نباشد بر وقت میمردم. خودش آنقدر مال نیست، لیکن 2 زن دارد که هر دویش ختم آدم و آدمگری اند. مخصوصا بیبی انارش زن نه، فرشته آسمانی است. اگر وی به من مهربانی نمیکرد، آقسخال در سراغ و پیم هم نبود. پسر شهیدم اندوال جان به جان شوهر پیشترش بود است. به خاطر بیبی انار آقسخال هم به من مهربان شد. خدا عمرش را دراز کند. سر کسلم را دیده 2 روز باز شب را در خانه ام میگذراند. با شنیدن ستایش بیبی انار و گپ پسر شهید، سخن تا این زمان به نظر منظرشاه به اهمیت کمپیر معنی پیدا کرده، چهره پژمرده‌اش هم شیرین تافت. مات، پسرت چی نام داشت؟ بابک. به سر منظرشاه گویا یک ناوه آب خنک ریخت. گراز بر این پسر داشتم که بهای عالم بود. کمپیر آه جگرسوزی کشیده گپش را دوام داد. دم منظرشاه گفتنی یک سکلتوی چاسنودی را گرفت و به غضب شاه گرفتار شد. محبت خان بچه نازنینم را کشت و من بیکس و واویلا ماندم. دل سپهسالار تکان خورد. چند سال قبل وقتی که منظرشاه برای یوسف علی خان نوکر جمع می آورد، در شیدز همین بابک به اختیار خود به نوکران پیوست. از بس که جوان حضرب سوارپای بود، منظرشاه خواهشش را رد نکرد. در محاربه ها پیشگام و صفشکم بود. در جنگ پستخوف اسیر افتاد و دیگر از او درکی نرسید. منظرشاه در کجا بودن خانه بوالعطا را دقیق کرد و بیرون برآمد و فرمود که به کمپیر یک سر و پا گزوار و یک مقدار آذوقه دهند. برای آنکه در حولی آقسخال داد و فغان برنخیزد، منظرشاه قرار داد که بدون سر و صدا همراه یک نفر به خانه او رود. 2 نوکر در سر مرده مانند و دیگرها به شاهراه برآیند. وقتی که بیبی انار و مهترشاه را برآوردند، نوکران مرده آقسخال را به خانه‌اش رسانده سپس به دسته همراه شوند. آشکاری راز. پس از فرار محبت خان در روشان هم حیات به مجرای طبیعی برگشت. سالها پی هم آسوده آمدند. گریزه ها برگشته از نو خانه و در خود را آباد نمودند. شمار اهالی افزود. دهه وامر هم به تدریج در 2 ساحل رود سیراب دامن گسترد. ریزشگاه راست وامراب در اختیار دولت ماند. در اینجا قلعه مستحکم حاکم نشین، یک چند عمارت دولتی و خانه‌های بر هوای کارداران دربار که خلق همه آنها را کوتاهک میر می‌گفت جایگیر بودند. از بس که زمین‌های جانب آفتاب نشین ده را تابستان آب سرکش 5 زیر می‌کرد، مردم بیش از آر انبوهی طرف آفتاب برا را بریده کشتزاران نو می‌کشادند.
سنگلاخ‌ها حولی دایم‌ها غله‌زار می‌شدند. شاه دوران نیت کرد که در نزد خانه بیجادما 2-3 انبان زمین را از بته و درخت پاک نماید و تا تیرماه شکسته برای کشت آماده سازد. موسفید دوراندیش می‌دانست که اگر حاضر از پایش نشود، بعد 1-2 سال هر کسی که پیش دستی کرد این قطعه را صاحب می‌گردد. آنگاه یگان دعوا فایده و هیچ گونه پشیمانی سود ندارد. خدا نکرده اگر کمانگیر هلاک شود و یا به سبب برنگردد و شاه دوران هم بمیرد، بیجادما نباید چون ماهی سر سنگاف به فریاد رس بماند. عاجزه بیکس و کو و بیمال و منال را یگان مرد غریب نگیرد، دیگر به کسی لازم نیست. زمین داشته باشد در آینده شوهر هم میکند و فرزند هم مییابد و از ارواح شاه دوران دامنگیر نمی شود که او را فرزند خواند و پدری کردن نتوانست. وی خویش و تبار و همسایه هایش را برای پاکسازی بیشه کاریاری دعوت کرد. برای آنکه مناسبت مرکب بین آنها را پی نبرند، شاه دوران بیجادما را به سر زمین نمی برد. دختر خوراک می پخت و بچه های همسایه آن را به کاریاران می بردند. تا آغاز تیرماه زمین از بته و درخت آزاد گشت. برای آنکه خاک ملایم شود و جفت برزگاو آن را شکسته تواند، بهار را منتظر باید شد. حالا هنگام چیدن سنگ و سنگریزه است. یک روز آفتابی تیرماه شاه دوران و بیجادما مشغول سنگچینی بودند که بنا خواست 2 سوار با شتاب جانب آنها آمدند. شاه دوران کف و پیشانی لپر کرده کی بودن آنها را معین کرده میخواست که بیجادما ندای فغان آمیز برآورد: کمانگیر! و چند قدم پیش رفت و روناکی به زمین افتاد. شاه دوران دختر را برداشت و سرش را در بغل گرفت که سواران هم رسیدند و هر دو از روی زین به زمین جهیدند. خواهر جان به تو چی شد؟ خطاب کرد کمانگیر و نزد آنها به زانو نشسته به همراهش امر کرد: سپینیار آب بیار، و سر خواهرش را در کنار گرفت. سپینیار در تاقیش آب آورد و انگشتانش را نم زده بر روی بیجادما چاشید. پیلکان بسته دختر چند بار پریدند و سپس باز شدند. وی دستانش را به گردن برادر عزیزش حلقه کرد و پیشانی و چشمانش را با حسرت بوسید و سر به سینه اش گذاشته گاه به آواز و گاه به آواز طوفان اشک چند سال در سینه جمع گردیده اش را از راه دیده بیرون ریخت. برادرم، بوی پدرم، امید مادرم، تاج سرم، 2 دیده روشنم، جانی سوخته هم، جگر گداخته هم، ستون خانه ام، به زندگی بهانه ام، جانم فدایت، سرم خاک پایت، دلم را کوزه زهر کردی، جگرم زلبیا شد، چشمانم چشم سوزن گشتند. بیجادما می گفت و می گریست و می گفت. مردان حیران ماندند که چنین سخنان دلاشوب شاعرانه در زبان دختر هوش باخته چه خیل قطار می شوند و برابر اشک چشم قطارش به فاصله می ریزند و می ریزند. آرام شو خواهر جان. کمانگیر از حال بیجادما به تنگ آمد. غریبی گذشت، دیگر از برت دور نمی شوم. بیجادما مدهوش از جا خیست و انگشتان اشاره را به گوشهایش قفل کرده به آهنگ جانسوز فلکی این ربایی را خواند: رفتی تو به شهرها، غمت کشت مرا، کردی به درون دل فراموشت مرا، یا نامه نویس یا خطی بیزاری، این گفت و گذار مردمان کشت مرا. در آواز دختر آنقدر لای بلای تابتا و غصه نهان بود که به بدن شنونده غیر اختیار مرغک می دوید و دلش تلاطم می زد. برای آنکه بیجادما را از چنین حالت بدر آرد، شاه دوران از بغلش نی برآورده به آن نفس دماند. موسیقی فرح بخش روح نواز به فضا پرکشاد و اشتلم بیجادما هم پست گردید. موسفید
نی را از لب گرفت و صدای فارم دلنوازش چون چشمه فواره زد. شینم سر سنگ که از بدخشان آیی، دو تارچه به دست و مست و غیلان آیی. دو تارچه به دست گوشکش مرواری، ما را به غمت کشتی چی ارمان داری. و پایکوبان و دستفشان آهنگ حزن‌انگیز را به سرود شادمانی عوض کرد. آمده مهمان ما، مهمان ما خوش آمدی، راحتی این جان ما، این جان ما خوش آمدی. تشنه بودم بر جمالت، بر جمالت تشنه لب، تشنه بر آبی روان، آبی روان خوش آمدی. گل شکفته در جهان، اندر جهان گلزار شد، باغ ما بستان ما، بستان ما خوش آمدی. شاه دوران سرود را به آخر رساند و کمانگیر را به آغوش کشیده پدروار مهربانی کرد. سپس سپینیار را نیز در کنار گرفت و گفت: خوش آمدید، قدم صفا آوردید، جانم به فدای دیدار مبارک شما. کمانگیر نمیدانست چی گوید. حیران و دلنگران گاه به شاه دوران نگاه میکرد و گاه به بیجادما. موسفید اندیشه وی را به فراست دریافت و شوخی آمیز گفت: البته فکر میکنی که کله‌ام را بگیری یا زنده به زنده پوستم را بکنی؟ اما که شاه دوران همین صبح از دریا گذشتم و شنیدم که جوان دوام سخنش را به زبان آورد، چون دید که وقتی افشای راز چند ساله همین هنگام است. بیجادما زبان برگشاد: برادر جان، اگر گفتند که من به این کس شوهر کردم درست گفتند، اما دختر زبان خواهید. کمانگیر بی صبرانه پرسید: اما چی؟ میدانم روزگار مجبورت کرد. کمانگیر: این کس شوهرم نیست. چی خیل شوهرت نیست؟ شوهرت نباشد کیست که همراه تو زندگی دارد؟ پدر خواندم. کمانگیر از غایت حیرت پنجه به دهان برد. سپینیار نشست و سرش را دو دسته قپید. شاه دوران دید که وقتی دخالتش رسیده است به گپ همراه شد. محبت خان گور سوخته بیجادما را مجبوراً به من نکاح کرد. اگر حیات این دختر در میان نمی بود جانم را از دست می دادم و راضی نمی شدم. لیکن اندیشیدم که اگر من به همین راه نجاتش ندهم شاه بی ایمان حیاتش را می سوزاند. از ساعت اولی که به خانه ام قدم گذاشت من بیجادما را دختر قیامتی خواندم و بیجادما مرا پدر قیامتی. باقی شما دانید و خدا. این گپ راست است؟ کمانگیر باز هم با شبهه به خواهرش رو آورد. نخواد باور نکنی ها؟ پاسخ داد بیجادما خجالت زده و اشکریزان. اگر این انسان بزرگ به همین بهانه مرا از چنگال افلاس محبت خان نمی کشید، حالا یا کنیز حرم می بودم یا به یگان بدخشی و قطغن می فروختندم. در این 6 سالی که در خانه اش زیستم از پدر هم به من بیشتر غمخواری کرد. لیکن از بیم شاه و جاسوسان وی گفته نمی توانستیم که ما نه زن و شوهر بلکه دختر و پدریم. بار اول این حرف را به تو می گویم برادر جان. میدانی برای آنکه این راز را به زبان آورم چقدر خون دل شدم و چقدر غم و غصه را تحمل کردم. فقط مهربانی و دلبرداری پدر خواندم مرا قوت بخشید که زیر بار این ملامت زنده بمانم. باور کن کمانگیر، باور کن برادر جان. بیجادما را گریه گلوگیر کرد. کمانگیر خود را به پیش پای شاه دوران پرتافت و گفت: مرا ببخش پدر جان، ببخش که در حقت گمان بد به دل راه دادم. تو با ایمانترین مسلمان عزیزترین بنده خداوند هستی، مرا هم به فرزندی قبول بکن پدر. شاه دوران از احساس خوشبختی و غلبه هیجان هیکلوار شق شده حرفی به زبان آورده نمی توانست. عادتاً انسانها در نزد منصب و جاه زانو می زنند و تعظیم می نمایند و در اکثر موردها بدون خواهش خود از روی طمع و خوشامد. اما بالاتر از منصب و جاه
منزلت دیگری هم وجود دارد که انسان در نزد آن بدون اختیار نه تنها به زانو می افتد بلکه زمین می بوسد، نه فقط تعظیم می کند بلکه سر به سجده می گذارد. این منزلت صفا و پارسایی است. اهل جا منزلت خود را یا می خرند یا با راه تحقیر و کشتار مردم به دست می آورند. اهل تقوا به راه مهربانی و محبت. تفاوت بین دین و دنیا، بین اعتقاد و بتپرستی همین است. این لحظه آنقدر سرشار از قدسیت و بی خودی بود که اول بیجادما از پس وی سپنیار نیز به پای شاه دوران افتادند و دامن جیلکش را به دیده مالیدند. انگار عاشقان معشوق، طالبان مطلوب، مریدان پیر خود را یافتند. آنان که طلبگار خدایید خدایید، بیرون ز شما نیست شمایید شمایید. چیزی که نکردید گم از بحر چه جویید، وندر طلبی گم نشده بحر چرایید. در خانه نشینید و مگردید به هر سوی، زیرا که شما خانه و خود خانه خدایید. ساعت پس خانه خالی و اندوه زده بیجادما از گفتگوی شادانه آدمان پر شد. شاه دوران فرمود بقعه 4 ساله اش را که مخصوص برای همین روز خجسته پرورش میکرد بکشند. به تمام وامر جهدگر فرستادند که 3 روز در خانه بیجادما سور و دلخوشی است. کمانگیر گرد از بدخشان زنده و سلامت برگشته و تشنه دیدار هر یک شماست. هم طبقان دیگ و دیگ پایه ها آورده در چکلک قفای حولی شناندند. سپس کار را بین خود تقسیم کرده به خدمت پرداختند. هیزم می شکستند و آتش می افروختند، آب می کشاندند و گوشت ریزه می کردند، دستارخوان می انداختند و خوراک می دادند، کاسه و طبق می شستند و مهمان می پذیرفتند و می گسیلاندند. خلاص کلام می کوشیدند که سور به کمبود گذرد و صاحب خانه تنها با مهمانان مشغول باشد و دست به کاسه تر نزند. انجام گفتاری 4. شنونده‌های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم 2 رمانی تاریخی سروی سنگ اتامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.